سریال تاسیان شروع شد. سلام دوستان، مانی عباسیان هستم. به پیج من خوش اومدید. این قسمت راجع به سریال تاسیانه که به تازگی شروع شده و قسمت اولش پخش شد. متاسفانه برخلاف چیزی که در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا اینستاگرام داره نمایش داده میشه، این سریال به هیچ وجه خوب نیست. از نویسندگی گرفته تا قاب بندی ها تا بازیگری ها و خیلی چیزهای دیگه، متاسفانه باز هم توی جامعه ایران خیلی بازنمایی واقعیت و بازنمایی تاریخ خیلی طرفدار داره. خیلی مردم خوششون میاد، همونطوری که دارید میبینید توی اینستاگرام و توی کلا شبکه‌های مجازی بخش‌های زیادی از این سریال داره پخش میشه و خیلی مردم از بازنمایی واقعیت، نه از خود واقعیت، خوششون اومده. اینکه کاملا مشهوده که طراحی لباس، طراحی صحنه، طراحی چهره ها همگی بازنمایی واقعیت، همگی اغراق در واقعیت. اگر بخوایم با مشابهش، با یک نمونه خیلی خوب مقایسه بکنیم، یعنی سریال شهرزاد، واقعا اونجا متوجه میشیم که چقدر این سریال از مرزهای واقعیت خارجه و چیزی که نشون میده کاملا یک بازنماییه. برای مثال سریال شهرزاد که یک نمونه خیلی خوب از یک سریالیه که داره حال و هوای قدیمی رو نشون میده. همه لباس ها، همه صحنه ها، همه دیالوگ ها کاملا نشون دهنده قشر غنی و تقریبا میشه گفتش که پولدار اون دورانه. حالا تو سریال تاسیان هم اومدن که ادای مثلا لهجه تهرانی رو در بیارن، به جاش اومدن یک شخصیت کاملا لومپن ساختن. بابک حمیدیان که داره مثلا نقش یک تهرانی اصیل رو بازی میکنه، کاملا یک نقش لومپن بهش داده شده. دیالوگ ها کاملا لاتی و لومپنیه که این اصلا لهجه تهرانی اصیل نیست و نبوده. و حتی اگر در دیالوگ هم این لهجه رعایت شده و درسته، در بازی کردن، در نقش آفرینی اون دیالوگ ها کاملا اغراق شده، کاملا به شیوه خیلی بدی داره اجرا میشه. یکی از مهمترین معضلات من توی شروع فصل اول و قسمت اول سکانس ابتداییه. در تمام آثار، توی فیلم سینمایی، توی سریال ها، توی هر چیز سینمایی یا سریالی که ما نگاه میکنیم، سکانس اول خیلی نقش مهمی داره و ما اینجا دیدیم که سکانس اول چقدر بد بود، چقدر نمایشی، یک سناریو کاملا نمایشی برای سورپرایز کردن شخصیت دختر خانواده که اصلا از ابتدای بازی کردن شما متوجه میشید که نمایشیه و اصلا در شأن سریال نبود، اصلا در شأن کاراکترها نبود این گونه نقش بازی کردن. قاب بندی هایی که کاملا بی‌معنیه، یعنی قاب بندی هایی که رسالت سریال توش معنی پیدا نمیکنه و بازی ها به شدت، یعنی از چیزی که حتی فکرشو بکنید، نمایشی تره. همونطور که میدونیم خب توی قسمت های بعد سریال ممکنه شخصیت ها متحول بشن، ممکنه کارگردانی عوض بشه، ممکنه دیالوگ ها بهتر بشه. خب من شاهد همه اینها تو سریال های مختلف بودم. اگر توی قسمت‌های بعدی ما قوتی از این سریال دیدیم، اتفاقات خوبی از این سریال دیدیم، قطعا نقدش میکنیم، قطعا راجعش صحبت میکنیم. اما قسمت اول به هیچ عنوان خوب نبود. باید ببینیم که در ادامه سریال چگونه پیشرفت میکنه.